عزیزان من، این حدیث بسیار تکان دهنده است. این حدیث هر مبلغ را، هر دعوتگری را، هر مؤمن و مسلمانی را تکان می دهد، لرزه به اندامش می اندازد. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید در روز قیامت مردی را آورده در آتش جهنم می اندازد، روده هایش بیرون آمده در آتش جهنم می ریزد و او مانند الاغی که آسیا را می چرخاند دور خود می گردد و دوزخیان در اطراف او می آید می گوید که فلانی تو را چی شده است؟ تو اینجا؟ مگر تو ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی؟ مگر تو ما را به کارهای خوب، به کارهای پسندیده، به کارهای نیک امر نمی کردی و از کارهای فحشا و منکرات باز نمی داشتی؟ او می گوید که بله، من شما را امر به معروف می کردم، به کارهای نیک، به کارهای خوب امر می کردم، ولی خودم عمل نمی کردم. بله، من شما را از فحشا و منکرات، از سود قمار، زنا، قتل باز می داشتم، اما خودم باز نمی داشتم، خودم به او عمل می کردم. در این باره الله متعال چه زیبا می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ای آن کسانانی که شما ایمان آورده اید، چرا آن چیزی که میگویید خودتان عمل نمی کنید؟ یا الله دعوتگران و مبلغان را اول برای خودشان توفیق عمل نصیب بگردان